لحظه ما در آثارخانه استاد لطفی سعید قرار داریم. باعث فخر است که از استاد امروز چنین یک میراث‌های گرانبها باقی مانده است. انا در اینجا اگر به همین چی جوان ما نظر کنیم، پیش از همه یادآور شدن از همون اون میراثی که از پدرشان میرسیدی عالم باقی مانده است باعث توجه می باشد. در اینجا در این کتاب ها پیش از همه اون معلومات های خیلی هم پرمضمون و معلومات های دامنه‌دار خود را گرفتن. یعنی گفتم ممکن است که اینقدر قله های بلندی علم از خود کردن ایشان نیست، از اون عبارت است که این در زمینه های بوی اولادی به وجود آمده است. و اگر گوییم اگر خود لطفی سعید از همون سعید زاده هایی می باشند که البته شجره اولادی خودشان دارند و این درباره پاکیزه سرشتی ایشان به ما معلومات میدهند. دیگر گفتم ممکن است که استاد لطفی سعید در عائله فرزند کلانی بودند و دادر دیگرشان این در شهر دوشنبه سالهای سال به صفت یک روزنامه‌نگار کار و فعالیت داشتند که دائما اینها در یک اتحاد و در نشست همدیگر بودند. دیگر دادرشان این اکوی نصرت الله سعیدوف که سالهای سال به مردم خدمت کردند. یعنی وقتی که پدر و مادر فرزندان را در روحیه میهن دوستی، در روحیه انسان دوستی تربیت میکنند، البته فرزندان سزاوار به دنیا می آیند. دیگر در اینجا از اون ایشان میراثی که به ما مانده است این همون عینکی که به چشمشان می گرفتند. البته این عینکی که ما امروز میبینیم این بازگوی آن است که ایشان هزارها هزار صحیفه ها را تحریر کردند، نوشتند، ایجاد کردند و این یکی از میراث های ایشان. دیگر چیز این حجت هایی که از استاد باقی مانده است این همچون یک وکیل مردمی، همچون چی در اینجا من یک این چیزی دیگری که از استاد به ما میراث مانده است این ساعتی که البته این ساعت نیز اگر زبان می داشت میگفت که در کدام لحظه های شیرین با استاد بود یا خود در کدام لحظه های دشوار و در کدام لحظه ها. البته این هم یک میراث پرمحتوای ایشان به شمار میاد. جلال اکرامی میگوید ما با قابلیت اثرآفرین او احسن خواندیم. لطفی سعید آموزگار است که فرزندان مردم را علم آموخت، با ادبیات شناساند، راه زندگی را به آنها نشان داد. در برابر این همه شرایط فراهم آورد که از حیات و زندگی مردم از نزدیک آشنا گردد. از این سبب واقعه های حیاتی زبان ساده و روانی اثرهای او دقت خواننده را به خود جلب کرده است. اگر ما با ایجادیات پرمحتوای لطفی سعید نظر کنیم، پیش از همه در اثرهایشان نویسنده همون لهجه های محلی را بسیار استفاده بردن، خاصتا در اثرشان در سری گلخند که ما پیش از همه با لهجه های شیرین و گواره مردم اصفهان از نزدیک شناس میشویم و این البته برای هر یک خواننده ای که این کتاب را مطالعه میکند بسیار یک بازشوق و با یک ذوق اون چیزها را از خود میکند. همه چیز در و اگر همچون یک خواننده اثرهای آن کسی گویم اگر در اثرهایشان هم همه چیز است، فقط درباره نور، درباره انسان‌هایی که خصلت‌های نیک دارند و در مقابل در آیده انسان‌هایی که گویم که صفت‌های رذیلانه دارند و رفتاران رذیلانه دارند، اون ایجادیاتشان هم همین بخش داشته است. لطفی سعید 11 مارس سال 1917 در شهر اصفهان به دنیا آمده. از سال 1941 سر کرده در دهه‌های دوردست شهر ایسار به حیث معلم زبان و ادبیات کار و فعالیت کرده است. در برابر تعلیم دادن حکایه‌های خواندنی باب می‌نوشت.
аз ин сабаб мунаққидон лутфи саидро нависандаи ҳикояҳои таърихӣ меноманд. باید بگویم که پدر یک انسان نورانی بودن. هم خصلتاشان هم نور بود و هم کاراشان و هم رفتارشان. حتی هم ایجادیاتشان فقط درباره نور بود. نور و ظلمات بود. یک انسانی بودن بسیار خصلت‌های حمیده داشتن. راستقال بودن، راستکار بودن، دروغگویی، فریبگری این چیزها رو نمی‌پرستن. و از خود همون جوانی هم که به کارهای آموزگاری مشغول بودند و همون وقت از طرف حکومت به یک ناحیه دوردست روان کرده شده بودند تا به نفقه برآمدن در اونجا کار کردند. باز همون نور باز زیاد بردند، شاگردای بسیار را تربیه کردند و در رفتار و گفتار و کردارشان یک خیل بود. از همین هم از بین سالهای طولانی هم گذشتگی باشد پس از مرگشان، حالا هم در دید و دیده هم خلق هستند، همه با نکی یاد میکنند، همچون استاد میدانند و همچون پیر خود میدانند. با اندیشه من استاد پیش از همه شخصی مهنت‌قرین بودند، انسانی خاکسار بودند، پاکیزه سرشت بودند و دائما میخواستند که جامعه ما جامعه صالح باشد، فرزندان صاحب علم و معرفت باشند و پاس خاطر گذشتگان خود را دائما داشته باشند. انسان‌های عادی رو خیلی دوست می‌داشتند و میگفتند که انسان‌های عادی دلهای پاک دارند، روحشون پاک است. آنها رو بسیار ناز می‌دیدن، بسیار آنها بودن. در زندگی هم زندگی عادی رو دوست می‌داشتن. در این گوشه باشد با اون اثرهایی که استاد مطالعه کردند، یعنی اثرهای نویسنده های غرب، عالمان غرب که البته این چیز در مسئله انکشاف همون ادبی استاد البته بی تاثیر نبودند و هر یک شخصی که اگر توجه داشته باشند مرحمت میتوانند از این چیزها استفاده کنند. یا خود در اینجا اون بعضی از میراث‌هایی که همون دوستا تقدیم کردند، اون چیزهایی که البته این یک خاطره نیک میماند به نمایش گذاشته شده است. در اینجا باشد باز همون کتاب‌هایی که من علمی، کتاب‌هایی که از ادیبان دیگر کشورها، دیگر جمهوری‌ها، دیگر ملت‌ها باقی مانده است در اینجا گرد آورده شده است. در اینجا باشد باز همان از میراث نورالدین عبدالرحمن جامی، کلیات‌های جامی و دیگر اثرها و گفتم ممکن است که استاد یک خزینه بی‌بهای بودند و امروز در اینجا بنیاد گردیدن آثارخانه سال 2007 با دستگیری فرزندان خاصتا فضل جان سیدов این دلیل آن است که اهل این خاندان همه معرفت پرور هستند. باره ما 90 سالگیشون رو در اتفاق نویسندگان در دوشنبه قدم کردیم. رحمتی استاد مومی قنات اونجا برآمد کرده گفتن که در قطار فضل‌الدین محمدی و چند ادیبان دیگر گفتن لطفی سعید
قهرمان‌ها رو زمینی کردن. یعنی گفتن که تا این وقت قهرمان‌های اثرهای بدی یک آدمای دست ناراست بود. به قول حاضر سوپرمن بود که اگر آدم میخواد کتاب‌ها رو فکر میکرد که هیچ وقت به این درجه نمیرسد. گفتن که اینها اون نویسنده‌ای بودن که قهرمان‌ها رو زمینی کردن. یعنی از بین انسان‌های عادی همین انسان‌هایی رو دیدن که با رفتار و کنار نیک خود میتوانند نور بیارن، یعنی که مساعدت کنن برای ترقیات جامعه، برای پیشرفت جامعه، برای پاک نگاه داشتن اخلاق جامعه. از همین رو گفتن که اینها آنهایی بودن که قهرمان‌های اثر بدیعی رو زمینی کردن. و البته ایشان توانستند که در اثرهای خودشان آن روزهای وزنین، روزهای بعد از انقلابی که کم و بیش چی از اون برخوردار بودند، دیده بودند، با چشمان خود دیده بودند، در اثرهای خودشان پره افشا نمودند. و دیگر اثرهای خیلی هم پرمحتوای ایشان این غبار کوهی سپایه که در این اثر خود نیز ایشان همون آن چیزی که دیده بودند، یعنی با طور ریالیستی همون چیزها رو انعکاس کردند. یا اینکه من تو در سایه مرغ هما یکی از اثرهای ایشان و خاصتا گفتم ممکن است که همه اثرهای ایشان، اثرهای استاد، این افادهگری همون حیاتی همون زمانی خودشان می باشد. البته با یک چی ما دلی پر گفته می توانیم که ایشان توانستند که میراث از خود باقی گذارند و برای امروزیان یک درس عبرت باشد. از این نقطه نظر پدر برای ما یک اتالون هستند، اتالون پاکی و خاکساری و این چیزها هستند و تا حاضر هم هستند. لطفی سعید گاهی از دل بیقرار، گاهی از آثار خوبان و گاهی از روز باران حکایه کرده به خواننده از پاکطینتان، میهندوستان، راستقولان، خلاصه به آنهایی که با صفتهای خوب انسانی سزاوار عبرتند صمیمی حکایه میکرد. ما امروز همه این گفته های بالا را در حکایه و رمان‌های این مرد پرکار دیده میتوانیم.